طرزی به راه ماندن فرمه‌داری و نگاه‌وبین چاروا. کار فرمه‌داری کاری خیلی پرمسئولیتی بوده. فعالیت فرمه همیشه باید تحت نظارت باشد. در وقت جوشیدن چاروا اگر دستگاه شیردوشی نداشته باشی کمی کار مشکل می شود. هر روز ما ساعت 5 سحر جوشیدن گاوها را شروع می کنیم. این جوشیدن ما دوام 4 ساعت ادامه می کند. مثلا در زمستان باشد باز هم مشکل تر می شود، چون که تازه نمودن و روبوچین کردن عاقل را دستی انجام می دادیم که این خیلی سرزحمت و میان شکن بود. هر بگاهی بعد از سر دادن گاوها در کشری کلان تازه نمودن عاقل را شروع کردیم. بعد از آن یک گروه تاجرانی که می‌خواستند از تجربه فرمه ما آگاهی یابند آمده از حال فرمه ما خبردار شدند و گفتند که در چنین حال کار شما خیلی وزنین و میان شکن است و برای ما مصلحت دادند که این کارهای وزنین شما میکردگی را یک ربات میتواند اجرا کند. بعد از آن ما رفته در فرمه آنها دیدیم. واقعا در یک عاقل کلان یک ربات برای تازه کردن اخلاط تمام گاوها خدمت میکرد و در جای دیگر 3 ربات فعالیت میکرد. وقتی دیدیم که صفت روغناکی شیر آنها بلند بود، از جهت گیگینی صاف و تازه اندیشه داشتم که گاوها چی طور به رباتها عادت میکرده باشند. من فکر میکردم که از 80-85 سر گاو 20-25 سرش را تلف میدهم. اما آنها آمده به ما توصیه دادند که گاوها را به 2 گروه تقسیم باید کنیم. 6 ساعت گروه یکم و 6 ساعت گروه دوم. همین طور این کاری ما 3 روز دوام کرد. در این مدت زیاده از نصف گاوها را با این تکنولوژی عادت کناندیم و دیگرانش را نزدیکی دستگاه رباتی آوردیم و خودشان درون کابین شیردوشی در آمدند و ربات با ما راه آسان را نشان داد که باید در داخل جای شیردوشی نمک مانیم تا اینکه گاوها خودشان آمده درآیند. در یک شبانه روز امی که ما پیش از این دستگاه آوردن به 80-85 سر گاو می دادیم، شیر یک روزه گرفته ما 1 تن و 350 لیتر را تشکیل می داد که این شیر گرفته ما در این گونه سرشمار خیلی کم است. فرمه ما با این گونه فایده به دست آوردن نمی تواند فعالیت آینده دار داشته باشد. بعدی دستگاه را با فرمه آوردن و با آن فعالیت کردن فایده به دست می آورده ما از 65-70 سر گاو 10-15% زیاد شده و پیش از این من در یک شبانه روز 4 تن خوراک می دادم. اما حالا باشد 10-15% مصرف شبانه روزی ما کمتر شده است. وقتی گاوها در درون عاقل بودند ما حرکتشان را نمی دیدیم، اما حالا باشد با یاردم ربات همه وقت حرکتشان را با تلفن موبیلی امان تحت نظارت می گیریم. با تلفن موبیلی در دستمان بوده اگر با گاوها ضرری رسد این تکنولوژی با طریق پیامک که الکترونی زود با ما خبر می دهد و پیش از آنی که زخمی و یا کسلشان بدتر شود زود به ما پیامک می دهد و ما می توانیم که پیشتر تبابت کنیم. اما پیش از این ما گاوها را در عاقل مرده می یافتیم، یعنی نمی توانستیم بینیم که چاروا در کدام حال قرار دارد. حالا باشد با این تکنولوژی مشکلی ندیدیم و فکر نمی کنم که با یگان مشکلی دچار شویم. مثلا چیزی که ما از این تکنولوژی می خواستیم این بود که به واسطه پیام رسان چارواداران را آگاه می کند که فلان چاروا چی کسل یا کمبودی دارد. من این دستگاه را توصیه می کنم که چنین تکنولوژی را هر یک چاروادار استفاده برده می تواند و استفاده کردن این تکنولوژی خیلی آسان است که چارواداران را جوان نگاه می دارد. تماشابینان محترم، اگر نواری ما به شما پسند آمده باشد در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید.